سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با بازی به هیچی دست نزن مگر نه زندگی تمومه. از این ویدیو خوشتون اومد بیاد و بریم سراغ ویدیو. خب اینجا که داره آموزش میده، مثلا میگه با این ور اون میشه اینا، و بریم که داشتی بازم ویدیو رو. اوکی در باز شد، سلام داد، داره حرف میزنه، عجیبه. ما هم قبول میکنیم با اینکه نمیفهمم داره چی میگه، ولی قبول میکنیم. ولی زیرنویس بچه ها میذارم براتون حالا. و اینکه آره، خب در بس بریم سراغ بازی. let's go. خب اینجاها چی داریم؟ دکمه رو میزنیم ببینیم چی میشه. بزنیم کلید آورد یا حضرت به خدا من نبودم چی شد؟ زمین بچه پوکید متاسفانه. بچه این دکمه ریستارت مثل اینکه بزنی اچیومنت داره. آره خب اوکی حاجی، اولین اچیومنتمون رو گرفتیم. و اینکه بچه من این بازی رو قدیما خیلی وقت پیش بازی کرده بودم. بعدش اوکی باید رمز بزنیم، باید دنبال یه رمزی باشیم حاجی. بس همینجوری یکم بزنم ببینم شاید یه چیزی آورد. وات پیشگوشتی داد. یه چند بار دکمه رو زدم پیشگوشتی داد. اینا رو میتونم باز کنم. what the hell. اینم بچه رمز میخواد. نام نام نام. یه چند بار دیگه واسه دکمه رو بزنم شاید یه اتفاقی افتاد. چکش داد. عجیبه بچه با بزنیم یا اول الان دکمه خراب شد بچه. اون رو از این ویدیو خوش داد. این چیه؟ اینا رو بچه میتونیم بزنیم. من اصلا بلد نستم حاجی. وات این اچیومنت من تا حالا نگرفتم. فکر کنم با همینجوری باید اینا رو بزنیم و خودش هم دمیج باید بخوره هر وقت اینا رو میذاریم. احساس هم بچه بهم میگه شاید علکی باشه شاید واقعی باشه، نه که داریم میزنیم. ولی حاجی این چیه؟ اوکی حاجی، مثل اینکه هر بار اینا رو میزنیم میتونیم اون وسطی کنه هم بزنیم. آدم فضاییه. نمیدونم این چیه. این رو هم اچیومنتش بهم بده، شاید اصلا اچیومنت نباشه، یه راز مخفی تو بازی باشه. بچه من بعضی اوقات ویدیو این گیم رو میدیدم میگفتن که مثلا حاجی این گیم دارک و اینا، ولی به نظر من گیم فانی باید بشه. وات چی شد؟ مهم نیست، جلوس یه چیز مهمی نیست. میتونم اون کتاب رو بردارم؟ نمیدونم، بینم مهم نیستش. دکمه رو بزنم باز دیگه. آره خب اینا هم که دستم. وات حاجی راز مخفی داره این بازی. این چیه؟ دستم اشتباهی به جای دکمه بزنم خود روی این و الان هم دارم اینا رو اوکی میکنم ببینم چی. بابا یعنی چی؟ بازی عجیبیه چقدر. خب اوکی بچه اونجا زده 600 یا از ولم کن بابا، رمز بلد نیست. اینم که بود رمز. بچه احساسم داره به این میگه باید همه اینا رو قرمز کنم. نمیدونم شاید، نمیدونم، واسه انجام بدم ببینم چی میشه. خب فهمیدیم که نمیتونیم، خیلی سخته. حالا بچه بعدا خودم میام اینا رو اوکی میکنم، ویدیوشو واسه تون میذارم.
من ریستارت کردم که ببینم چی میشه. بچه وایسا همینجوری دکمه رو باز بزنیم و آقا نمیدونم به اینا ربطی داره چیزی اینا نمیدونم اینو من دوستم پیدا کنم. یک مثلا بزنیم 12 نمیدونم بچه اینو ولی حالا نمیدونم 3 مثلا بعد 1 2 2 2 3 یا مثلا 3 1 2 2 2 1 نمیشه. اینم بچه حالا همینجوری بازم دارم میزنم که شاید یه چی حالا در بیاد. آره شاید حالا حاجی نمیدونم دیگه بذار همینجوری بزنیم ببینیم چی میشه. شاید اتفاق جالبی افتاد. حاجی واسه چکشو بزنیم تو مانیتور. وات چی؟ وات چرا این شکلی بود یا حضرت عباس؟ خب بچه این دفترها رو بذار بردارم میشه حاجی فکر نمی‌کردم بهش یه رمز اینجا 82 67 که حالا میذاریم سر جاش. بعد آشغال بچه میندازیم اینجا. نام من هنوزم دوست دارم اینو بزنم نمیدونم چرا. شاید یه چیز درست باشه ولی بس دیگه نمیزنم. بچه اینو واسه برداریم بزنیم توی اینا چون اینا هم جای چیز داره. چرا شما اینو باز کردم واسه ببینم میشه. آره بچه همستر کمبت از اینجا به وجود اومده. خب حاجی واسه ببینم بچه این بالا قرمز زرد آبی اوکی حاجی اینجا واسه بزنیم قرمز زرد البته 4 تا رقمه حاجی نمیشه. این چیه بچه زدم رو شده یه اتفاقی بیفته. چی نوشته برعکسشه نمیدونم. بسته ببین بچه چکشو نمیخوام چیکار کردم به چی دست چی شد من کاری نکردم. فکر کنم اینم یه اچیومنت دیگه واسه ریستارت رو بزنم. بله اچیومنت. خب اوکی بچه من توی یه دونه ویدیو دیده بودم آشغاله روی زمین رو برداری بندازی یه اچیومنت خاص بهت میده. حالا نمیدونم واقعیه یا نه شاید الکی باشه واسه حالا ما تست کنیم. دارم میندازم الان شاید واقعی باشه نمیدونم فعلا که داریم میندازیم همینجوری. اوکی کون یکی اینم از دوباره این یارو اومد من تو نرفته بودی دست چی گفتی سری برمیگردم. خداحافظ. اچیومنت بهمون نداد واسه ریستارت نداد حاجی واقعی بود. خب بچه اونا از این ویدیو خوشتون اومده باشه قبل از هر چیزی که بخوام برم ممنون شم همین الان سابسکرایب کنید لایک کنید و کامنت بذارید. ممنون از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیو دیگه با من بدرود.